الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در جلسه دوم خوش آمدید. اهلا و سهلا و مرحبا. این جلسه را به این سوال آغاز میکنیم چون که در مورد حروف هجا هست. این دو گروپ است، بین دو گروپ مقابلات و مسابقات است. این گروپ را چی بمانیم مدیره صاحب محترمه؟ این گروپ را چی نام بتیم؟ عایشه صدیقه. و ایره؟ فاطمه الزهرا. گروپ عایشه صدیقه به ما بگویا که حروف هجا چند است؟ با آواز بلند مسابقه هست. گروپ فاطمه الزهرا بگویا که چند است؟ 28. ما شاء الله اختلف العلماء. یک مارکر را بیارین استاد شما. تو باش پیش ما شاید باشه. یعنی این معنی که شما در حروف هجام اختلاف دارین. بی عایشه صدیقه گروپش میگوید که 29 و فاطمه الزهرا میگوید که 28. استادای محترم چی میگوین؟ استاد محترم میگوین که بعض علما میگوین که یعنی ای علما که 28 29 هست و ای علما میگوین که 29 28. اصلا موضوعی است که این هر دو سخن شما درست است و دی علما اختلاف نداره، اتفاق است که به اعتبار شکل 29 هست. به اعتبار شکل و به اعتبار صوت صدا 28 است. الف صدا نداره، شکل داره لیکن صدا نداره. صدا چی معنی؟ امو صداهای نهگانه‌ای که ما شما داریم، زبر زیر پیش، زبر استاده زیر استاده و چپا پیش و دو زبر دو زیر و دو پیش. بالای الف ای صداها نمی آید، لیکن وقتی که بالای ای الف بامی شکل ای صداها واقع شد، دو وقتی الف نیست، دو وقت چی است؟ همزه هست. ای را فهمیدین شما؟ سوال دوم ای است که مخرج چی را گفته میشه؟ جای خروج حرف. به این معنی عزیزان گرامی که الله جل و علا شانه در از لبها گرفته تا حلق، این منطقه که هست، این سه منطقه دی می آید که لبها هست، زبان است و حلق است. برای هر حرف یک جای را مقرر کرده که از اونجا باید ادا شود. اگر کسی از جای معین و مشخص حرف را ادا میکنه خود درست شد. اگر از جای تعیین شده حرف را ادا نمیکنه و حرف چی شد؟ غلط شد. ساده ای را بفهمین. تجوید و قرآن خوانی اصلا فاصله نداره. شما از روز اول ای را به شاگردایتان میگوید. برای ح مخرج تعیین شده، اگر شما او را از او مخرج ادا نکنین غلط است. فهمیدین؟ این به این خاطر مهم است که ما شما حروف را آغاز میکنیم، حروف هجا. و دیروز ما به شما گفته بودیم که حروف هجا نصف روخانی هست. حروف هجا به صداها. وقتی که شما ای را فهمانده توانستین، شما 50% دو شاگردتان را رساندین که او قرآن را خوانده بتانه. و چیزی که ما نتیجه نمیبینیم متاسفانه
اصلا اهتمام به حروف هجا نیست. سوال سوم، این صدا خو مزعج نیست. سوال سوم ای است که در وقت تلاوت کلمات قرآن کریم، این سوال از گروپ بی بی عایشه صدیقه از اینا مخاطب هستند که در وقت تلاوت قرآن کریم شما نامهای حروف را میخوانین یا صداهایشان؟ صداهایشان. شما اتفاق دارین؟ اختلاف نکردین؟ در هر چیز خو اختلاف نمیکنیم، فهمیدین؟ اصلا خو اتفاق است. اختلاف خو یک چیز عارضی هست و اون اختلاف است، مخالفت نیست که یک ملا جنگی شروع شود. متاسفانه ما سخت مخالف ملا جنگی هستیم. مرده میشنوه و مرده نمیشنوه. بری تو چی؟ اگر مرده شنید بری تو چی، اگر نشنید بری تو چی؟ در حق در قصه زندم است، یعنی که زندم میشنوه یا نمیشنوه. در این قصه نیستیم ما و شما. متاسفانه یک مصیبت هست که بالای امت آمده این اختلاف. خب این به این خاطر به شما میگویم که اصلا قضیه صداها بسیار مهم است. و دیروز که ما به شما چی را معرفی میکردم، در خدمت شما را عرض کرده بودم که ما حروف هجا را به 6 قدم و استپ میخوانیم که از او یک صدا بود و از روز اول بعد یعنی ای فهمانده شود. خب در این شیوه درسی که شما آل پیش میگیرین ای است که مخارج به ترتیب، یعنی حروف به ترتیب صوتی ترتیب شده تاکه در ابتدا امو مبتدئ شاگرد شما حروف لبها را بشناسه و بفهمه، حروف زبان را بفهمه و حروف حلق را بفهمه. موضوع دوم ای است که در این سیستم در مورد حروف هجا و دیگه مسائل ما با تصور سازی کار میکنیم، مکانیک تدریس نمی کنیم. و تصور سازی و استعداد سازی که شد بس شاگردای ما خود به خود قرآن خوان میشه. لیکن اگر ما اونا را مکانیک پیش بردیم و قرآن خوان نمیشه. و صداهای حروف، مخارج حروف و صفات آن در قالب یک ترانه پیشکش شده که امروز انشاءالله او ترانه را شما میشنوین و نه فقط میشنوین، او را حفظ میکنین. هر کتاب عنوان داره، عنوان درس. این طور نیست که یک شاگرد میره و هر روز یک ماه و یک درس را میخوانه. این طور نیست. هر روز درس جدید است. درس امروز که خوانده او را فردا باید نخوانه، او را یاد گرفته باشه. برای هر درس هدف تعیین شده که درس که میخوانه امروز که شما آمدین، شاگرد شما آمده و 100 درس میخوانه، چی هدف را به دست بیاره؟ باز در این سیستم شما میبینین که فعالیت ها داده شده. فقط مضمون قرآن کریم است که نه دو فعالیت است، نه دو تمرین است، نه دو کار خانگی است. بس همیطور فکر تصور میکنیم که همیطور به توکل همیطور پیش میریم. در نتیجه امی خوی قدر فاصله آمده. در نتیجه امی عدم اهتمام 90% مسلمان ها از قرآن کریم محروم است از روخانی. و شما ملاحظه میکنین که اینجا در اخیر راهنمایی های تدریسی است. با استاد محترم راهنمایی های به میان گذاشته شده که شما چی قسم ای مضمون در تدریس میکنین و درس امروز شما چی قسم به شاگرد بیاموزید. ما نسبت به هر حرف از حروف هجا 3 تصور میتیم. دیروز گفته بودیم که تکرار کنه. یک بار دیگه. یک بار دیگه. این شکل وقتی که ما میگویم شکل و تصور شکل از همه پیش ما تقدیم میکنیم به این خاطر که
اساسا شما این تصور نکنین که شما در صنف 14 یا 13 یا 12 هستیم. نه، او شاگردی که پیش شما آمده و هیچ چیز را یاد نداره و بالکل فرش است، هیچ چیز از حروف یاد نداره. فهمیدین؟ مثل که این برادر ما مرتضی اینجا آمده، شما ایران ندیده بودین، مرا خود دیروز دیده بودین. سوال پیدا میشه، شما وقتی که شما یک شکل را میبینین، شکل اساسا سوالات بعدی بس پسان ایجاد میشه. شما بجای ای که با اطفال صدا و نام حرف بگوین، از همه پیش باید چی بکنین؟ شکلی ورانه، تاکه سوالای بعدی در ذهن او خطور بکنه. خب شکل که شما با یک طفل نشان میتین، ما در شکل 3 استپ داریم. گاهی در کلمات قرآن کریم بخصوص و در کلمات و الفاظ عربی بالعموم شکل مکمل حرف نوشته می باشه. شما اینجا ملاحظه میکنین این میم که است مکمل است. گاهی شما میبینین که فقط امی سر یک شکل می باشه. گاهی شما ملاحظه میکنین که شکل نیمه او نوشته می باشه. شاگردای شما وقتی که بیاید و شما یک را استاد کنین، یکی را و باز با اونا بگوین که ببینین شکلی، اگر شما روی او پت کنین این قسم، حالی خب ما لنگی داریم، شما روی او را اگر پت کنین باز با اونا بگوین که مثل که همه ما و شما از روی شناخته میشیم. شما کوئی کلتان یک قسم هستین، کلتان. بخاطر چی؟ بخاطر ای که یعنی شاگرده کلش یک قسم است. یعنی به این متد شما شاگرده را بگوین که گاهی در کلمه مکمل حرف است، گاهی روی حرف است و گاهی نیمه است. این به این خاطر است که شاگرد شما از ابتدا مکمل تصور در مورد شکل یک حرف داشته باشه. این طور نه که شکل مکمل کی ببینه خوب بشناسه، نیمه شکل کی ببینه نشناسه. فهمیدین نه؟ مثلا اگر شما سر میم را پت کنین، از پایین فهمیده میشه که میم است؟ یعنی میم فهمیده نمیشه حدی اقل. با این متدهای مختلف اما شاگرد روز اول شما او را به خود قیاس نکنین و بالکل روز اولی او است. این به این خاطر است که شما در تفهیم شکل به این اکتفا نکنین که شکل مکمل را نشان دادین و فکر کنین که باز در کلمات قرآنی را میفهمه. چرا نمیفهمه؟ بخاطر این که زبان عربی بالعکس زبان انگلیسی، وقتی که شما یک کلمه نوشته میکنین حروف دو چه میشه؟ حروف دو میشکنه. مثلا شما یک حرف یک کلمه بگوین، گروپ بی بی عائشه، امی بی بی عائشه نوشته میکنیم، عائشه. شما دیدین که عین شکلش اصلا این قسم بود، این طور نه، ایش کجا رفته؟ قد شد نه؟ در وقتی که در حرف آمدی چی شد؟ این شین از شما ملاحظه میکنین، شکل مکمل شین این قسم است، لیکن وقتی که شما ای را نوشته کردین چی شده؟ این شکسته. در زبان عربی، در کلمات قرآن کریم، در کلمات زبان عربی وقتی که ما نوشته میکنیم اشکال مکمل حرف نمیمانه، بلکه چی میشه؟ میشکنه. بعضی بجای خود میمانه، او استثناء 4-5 حروف است اغلبا. فلهذا ایجاب میکنه که شما در معرفت شکل به شاگرده شکل مکمل حرف، شکل نیمه حرف و رأس و سر حرف نشان بتین. و باز شما میبینین که شاگرد روز اول شما
امو شاگردی که به روز اول آمده در پاره 15 برشان باز کنین، اگر شما میم را تدریس کرده باشین میم را به تمام اشکال او چی میکنه؟ میشناسه. لیکن اگر شما برشان بگوی میم با و فا برو بخیر، برو خانه برو، هیچ چیز یاد نگیر. او یاد میگیره، او مکانیک یاد میگیره، لیکن در شناسایی حرف باز او توانایی و استعداد را نمیداشته باشه. خب شکل حرف، نام حرف و در مورد صدای حرف، صداها یک درس مستقل است که تفصیلی و می آید، لیکن بخاطری که سه تصور واضح و چی باشه ما صدای اول را هم امینجا یک اشاره به او میکنیم. شما اینجا ملاحظه میکنین که این میم است، این اشکال مختلفش است و شما اشکال مختلف را در این کلمات میبینین که چی شده؟ استفاده شده. و این چی هستی؟ نامش است. و این چی هستی؟ این صدایش است. شما خوب سی متوجه باشین، شاید شما زیاد تدریس کرده باشین، این طور نگوی که این حروف هجا را ما در 1 دقیقه خوانده میتانیم. شما میخواین که مدرس موفق شوین، شما میخواین که او فاصله که ایجاد شده او را از بین ببرین. شما در صنف که در آمدین یک چیز دیگه باید داشته باشین، هر معلم و معلمه قرآن این قسم حروف را به خود جور کنه، یا چوبی جور کنه یا پلاستیکی جور کنه و یا فلزی جور کنه. بکسه خوبی ازم شما دارین و اونجا این باشه پیش شما در صنف روز اول که میاین، بعد از اینکه تعارف میکنین و شاگردان را مانوس میسازین به خود که به شما انس بگیره، از شما نترسه که چوب برش نشان بده، اگر شور خودی میزنیم میکشیم. چرا میکشی؟ به قرآن خوانی آمده. متاسفانه یک چیز ناروا و حرام رواج شده در جامعه و مو از ضرب و زدن والقتل کشتن. این را باید ورداریم دیگه عزیز. آل انسانه به دیگه چیز تفکر داره. خب شما که در آمدید در صنف یعنی در روز دوم کل شاگردای شما 6 تا برای اونا میگوین که ایره میبینین عزیزان، شما ایره میبینین، شما ایره دیدین، از همه که اوکی گرفتین که دیدیم. بعد از اون نوبتی میایه که مثل که اینجا فاطمه 6 تا نام داره، اینجا حسنا 6 تا نام داره و اونجا فلان 6 تا نام داره و شاگردای شما هست نه، این حروف هم امی قسم نام داره. یعنی بالکل به شکل طبیعی تدریس ما و شما غیر طبیعی شده. اصلا نحو را میخوانیم و نمیفهمیم که از نحو هدف چی است. کافیه را ماشاءالله حفظ کرده و شروحشان هم حفظ کرده، شرح جامی را یاد گرفته که برش بگو که عبارت بخوان، سهدی را خما خوانده نمیتانیم، عربها خوب میخوانه. تو را چی بلا زده؟ عربها خوب میخوانه. تو من حیث علم ایرا نخوانده، من حیث کتاب خوانده. تو کرمک کتاب شدی، از کرم کتاب چیزی جور. شما موچی را شنیدین نه؟ و اقبال لاهوری یک در امو کتاب خود یک حوار آورده، حوار بین کرم کتاب را میشناسین. در کتاب ها بعضی چی پیدا میشه؟ کتاب میخوره، شما ندیدین خوردستین اونوز کی و بین پروانه که چی هست در بروشنی می آید و آتش می آید. پروانه را خو میشناسین. این پروانه برش میگوید که ما خو امی کرم که ما خو کل عمر ما در امی بطن صحیح البخاری، کدام کرم امی صحیح البخاری رم خورده بود از اول تا آخر و صحیح مسلم رم خورده بود و فلسفه فارابی رم خورده بود و از غزالی رم خورده بود. گو که کل عمر ما دامی تیر شده، خود سلیقه زندگی را نفهمیدیم. سلیقه زندگی
این پروانه برش میگوید که بسیار ساده هستی. این سلیقه زندگی در بطون کتاب ها نیست. این خوبه جذبه نیاز داره، به محماس نیاز داره. مرا نمیبینی هر جا که آتش را میبینیم خود را میرسانیم و در اطراف او میچرخم. هدف ما است عزیزان گرامی که متد تدریسی متاسفانه این امو حیویتی که باید میداشت، حیویت که او زنده بسازه، این تغییر بیاره، او یک شکل دیگری را به خود گرفته. امی نتیجه است که صدها هزارها افراد فارغ میشه از دور حدیث و از پانتونا و از ماستری و دکترا و در چی میبینی که هیچ تاثیر نیست. در جامعه امو درک است و امو خارک است. عزیزان گرامی در تدریس قرآن کریم هم این مشکل است. استاد فقط امیرا حساب میکنه که بس درس دادیم، الف با تا سا برو بخیر. خب موضوع دیگه شما میبینین این صدا، شما خب شکلی رو نشان دادین، نامی چیست؟ میم. آلی چی هست؟ ما. آلی چی هست؟ آلی چی هست؟ آلی چی هست؟ خب ایمان را دار عزیزان گرامی، شما فهمیدش سم صحیح را بفهمین. این سری تحقیق شده، ریسرچ شده، این طور نیست، اولی نیست. وقتی که بالای یک حرف صدا بیاید جائز نیست که ما نامی او را بگیریم. از نام گرفتن دیگه او چی شد؟ خلاص شد. فلهذا ای را باز نگوی که میم زبر ما د لغمان ملاسب ته د کم ځای خو مره که یاد دادین ما ای صدای چرا کم کنین فاتح صاحب؟ مره که یاد دادین، پس چرا نامی او را میگیرین؟ نام خو یاد گرفته، نامی ای میم را خو پیش یاد گرفته. فهمیدین گپرا؟ شما باید سم صحیح این مسائل را بفهمین. خب بعد از این صدا این مشد، شما در این ملاحظه میکنین در این مثال ها این چی نوشته هست؟ بخوان بخوان. خب هدف از این مثال ها ای است که استاد محترم از شاگرده مطمئن شوه که میم را به اشکال مختلف، نامی او را، اشکال مختلف او را و صدای میم را فهمیدن. لیکن استاد محترم چی میکنه؟ میگویه بخوانیم بچه مناعه. مطلوب نیست که او بری تو مناعه بخوانه، او شاگرد روز اول است. از او چی مطلوب است؟ فقط صدای میم را به شما بگویه. ما شما بخوانین ما نع با او را بگویه که همین میم را که ما بامی لبهای ما ببینین. ما شما شناسایی کردین یعنی ما در ع هیچ کار نداردیم، در ل کار نداریم. کار ما کجاست؟ در ما هست. به خاطر که شما مرا تدریس امی میم را تدریس کردین. لیکن چیزی که متد غلط است، امو قواعدی که تدریس میشه، استاد خود را میکشه با امو شاگرد روز اول کلمات را تمرین میکنه، در حالی که او قطعا از او مطلوب نیست. او باید کل حروف هجا را با امی قسمی که شما میم را شناسایی کردین تمام حروف را بشناسه، بعد از او با تمرین بکنین که کلمات را برای تو جور کنه. موضوع را فهمیدین؟ یعنی یک خلل دیگری عدم اهتمام به تدرج است. میخوایم که در روز اول او چی شوه؟ کلی چیزا را یاد بگیره. این موضوع را فهمیدین شما نه؟ این تفصیل را ما در دیگه حروف نمیگویم به شما. شما م ب و ف، یعنی از میم را قسمی که شما تعلیم دادین تمام حروف را امی قسم به قیاس میکنین، چون که خو ورکشاپ است، بر شما متد تعلیم داده میشه که شما او را فهمیدین. وی فعالیت ها است که در مو کتاب موجود است
و او فعالیت ها را خامخا باید شاگرد اجرا بکنه. فهمیدین؟ تاکه او بفهمه که چی هست. یعنی اینجا مطلوبی است که از میان کلمات فقط صدای میم را او بشنوه و از او حلقه بکشه که اینجا میم است. فهمیدین؟ خب حروفی که از لبها ادا می شود چند تا هست؟ دستای تانی قسم بکنید. م، ب و ف. تفصیلی می آید که در وقت ادا کردن صدا دو نقطه را در خودتان متوجه می باشین و شاگردان را هم متوجه می کنین. یک نقطه ای است که او طرف کسی خواو نیست. یک نقطه ای است که وقتی که یک صدا شما تعلیم میتین او را دراز نمی کنین که ما نشوه. و دوم ملاحظه دوم ای است که دو تکان ایجاد نکنین، ما نخوانین. اگر شاگرد شما مرا ما خوان یا ما خوان، قرآنی و زمروز غلط شما تعداب گذاشتین. فهمیدین؟ این تلاوت های غلط که میبینین و از فراغ نامده و زمی قسم تدریس آمده که استاد اهتمام نکرده به صداها. مرا ما یاد گرفته یا ما یاد گرفته که تلاوت چی هست. و بعد از او حروف 6 حروف دیگه که اصلا تقسیم حروف ای قسم است که 4 حرف از لبها ادا میشه و یک جای شما تدریس میکنین او را. 18 حرف از زبان ادا میشه، لیکن زبان را باز به 3 بخش تقسیم کردیم. اولی که 12 حرف او از سر زبان، از نوک زبان ادا میشه. چند حرف؟ 3 حرف او از وسط ادا میشه، از وسط زبان، و 3 حرف دیگه از طرف زبان ادا میشه. این چند شد؟ کلش چند شد؟ 18. و 6 حرف دیگه از حلق ادا میشه. شما اگر متوجه شده باشین، دیروز خدمت شما ما عرض کردیم که یکی از متدهای سیستم ای است که ما آسان میکنیم کار را، آسان میکنیم. یک خوکی از آسان به طرف سخت میریم، دوم در کلی کار آسان میکنیم. کتب تجوید ای را بسیار چی ساخته، یعنی و صحیح است برای متخصصین صحیح است، لیکن برای یک مبتدئ خو و بسیار مشکل است. شما گپ را فهمیدین؟ یک مبتدئ که ما میخوایم که قرآنی و درست شوه با امی تقسیم درست میشه. بعد از او اگر او متخصص فی التجوید میشه شوه، رای او را کی گرفته؟ لیکن قرآن را به مردم آسان تقدیم کنه، آسان تقدیم کنه. دیروز به شما گفته بودیم که اشاراتی که هست از او استفاده میکنیم. انگشتایتان بمانین. ث نخوانید، ث ذ ظ، دو ت د ف، سه ز س ص، 4 ل ن را. این کل حروف پیش روی شما که هست و شما ایرم ملاحظه میکنین که حروف پر برنگ سرخ رنگ شده. این به این خاطر که شاگرد در روز اول و در ابتدا او را خوب شناسایی بکنه، خوب صحیح حروف باریک بودنی و پر بودنی و برش معلوم باشه تاکه در تلاوت قرآن کریم اشتباه نکنه. ایره شما خواندن و ایرم خواندن و ایرم خواندن و دی ملاحظه میکنین که این حروف پر که در اخیر است یک با یک رنگ خاص رنگ شده. دوم شما با چی کردین؟ اشاره که تعلیم دادین از او هم فهمیده میشه که حروف پر است. و شما اینجا ایره ملاحظه میکنین که ایره به شاگرد روز اول امی قسم تدریس میکنین. فهمیدین؟ این طور که اول غلط یاد بگیره، بعد از او بخیر که قرآن را غلط یاد گرفت بس صحیح میکنین. ایره به شما کی گفت؟ این قاعده که رواج شده متاسفانه این باید از بین برود. تجوید از روز اول بر یک روز هم به شکل غلط قرآن خواندن جائز نیست.
و تصور چی است که شما اصلا به تصور سازی کار میکنید. مشاگرد 4.5 ساله‌ای که پیش شما آمده، شما خب مکمل یک صنف دارین، نه یک صنف دارین و چند درس دارین؟ یک درس، یک صنف و یک درس. شما امی قسم تدریس میکنین، باز شما یک ساعت که تدریس بکنین باز نتیجه ببینین. در امروز قرآن شریف را بیارین و امروز شما میبینین، امروز نتیجه میبینین. شما فهمیدین؟ و شما امو شاگرد را از زمین به آسمان بردین و این کار باید ما بکنیم، باید روش خود را تغییر بدیم، وگرنه این محرومی از قرآن کریم به امی قسم میمانه. استاد محترم میگوید که دل خود را یخ کردم. تو خود دل خود را یخ کردی به زدن یک طفل، لیکن گناه تمام عمر او را گرفتی. و هم یحملون اوزارهم و دیگه و اوزار الذین و دیگه چی هست آیت دیگه، اوزار دیگه که او سبب شدن که اینا سبب چی شده. و از کتاب راهنما که برای استاذا جور شده از او استفاده میکنن. این چرا؟ این به این خاطر عزیزان گرامی که یک میتود که سری او کار شده، کسی که او را درست کرده او میفهمه که فلسفه ای چیست. اگر یک استاد در او اجتهادات از طرف خود بکنه، باز او نتیجه را یک چیز را یاد بگیره، در او اگر او اجتهادات میکنه و چیزا میکنه او صحیح است، لیکن اگر اصلا میتود را او تغییر بده طبیعی او نتیجه نمیده. و این کار سابق هم شده، مردم میتودا را تغییر داده که نتیجه ایشی شده. فلهذا راهنمایی را شما از کتاب چی میگیرین. و این کلمات موجود که در کتاب هست، این به خاطر تفهیم است که شاگرد امو کلمات را، کلماتی که در حروف استفاده شده او را بفهمه، او را بشناسه، نه به خاطر خواندن اونها. هنوز به این به چی نرسیده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.